هرات شهر فرهنگی اما جاده‌های آن هنوز بی‌نام و نشان. روند نامگذاری جاده‌های شهری که از چند سال به این طرف آغاز شده و تا حال به نتیجه‌ای نرسیده است. هرات را در بین شهرهای افغانستان به عنوان شهر فرهنگی می‌شناسند. اما تا هنوز شمار زیادی از جاده‌های این شهر فرهنگی با نام‌های غیر فرهنگی یاد می‌شوند. به باور شماری از شهروندان این چنین نام‌های شایسته این شهر نیست. در حقیقت در این راستا به نظر خود شخصی تا فعلا کار نشده. این کار فرهنگی کار بنیادی نشده. یعنی به طور مثال ما همین جاده‌هایی که به قدیم همین اسم از اینا بوده تا فعل حال به همون شکلیت میشه. هرات شهر فرهنگی این نامایی که به کوچه‌ها و خیابان‌ها اینا گذاشتم مناسب نیه. روند نامگذاری جاده‌های شهری ابتدا در سال 1386 از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و همکاری مدیریت فرهنگی شهرداری آغاز شد. در طول این مدت شماری از جاده‌های شهری با تفاهم این دو نهاد نامگذاری شده است. اما بعضی از این جاده‌های نامگذاری شده در این مدت بارها تغییر نام یافتند. به باور شهروندان هرات تغییر مکرر نام جاده‌ها سبب سردرگمی مردم شده است. کمی شوروال هرات همین جاده پنتر بنو جاده پامیر و شرکت پامیر داخل همین جاده 1 روبیا ما نوشته بود پامیر بایر خاص زباد روز دیگه ما نوشته که جاده رزی بایر حال خاص زده نوشته که جاده صادق. این شهرولی اگر دولت باشه کارا رو میکنه یک نام که ولی اون امور بردمون میفهمه که همین جاده همین اسم میره. هر روز میایم همین جاده رزی بود سبا میایم جاده صادقه پرتکار راه غلط میکنه. هر لحظه یک نام گذاشته میشه. این به شخصیت ها واگذار میکنن اینا. این جاده بانک خون هرات است. جاده‌ای که مقام‌های محلی ادعای نامگذاری آن را دارند. اما هنوز روند نامگذاری جاده‌ها پایان نیافته که نام این جاده 3 بار تغییر کرده است. ابتدا بنایی، سپس رازی و حالا هم صادق نامگذاری شده است. خیلی ها به این نظرند که افراد زورمند مطابق به میلشان جاده‌ها را نامگذاری می‌کنند. محمد رفیق گیلانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ میگوید که نامگذاری جاده‌ها با هماهنگی این اداره و مدیریت فرهنگی شهرداری صورت می‌گیرد. اما او از تغییر مجدد نام جاده رازی بیخبر است. بعضی جاده‌ها رو ما دیدیم، جاده‌های فرعی به نام پامیر. ما بازم به ریاست محترم شارولی تماس گرفتیم که پس به نام رازی 1 و 2 و 3 فلکی 24 بود که به طرف تالار الماس شهر پس به نام رازی شد. دیگه باز نمیفهم که روی چی علتی نامگذاری، چون نامگذاری که از طرف کمیسیون میشه به همون کلا قابل تایید است. من و اولین صحبتی که از شما شنیدم که نام تغییر کرده و تا به حال در جریان قرار ندارم. نعمت الله سروری کارشناس فرهنگی و رئیس پیشین ریاست اطلاعات و فرهنگ از به درازا کشیدن این روند انتقاد می‌کند و میگوید که باید برای جاده‌های هرات نام‌های انتخاب شود که شایسته این شهر است. متاسفانه بعضی نام‌های بی‌مسما و بعضی نام‌هایی که واقعا در شأن فرهنگ هرات نیست، در شأن مردم ما نیست، اینا به طور تصادفی هر کس آمده نام گذاشته. ما می‌خواستیم که این نام‌ها هم توسط افراد و اشخاص بزرگ، توسط نام‌های حتی ادبی اینا رو ما تغییر بدیم، چون اینا نام‌های واقعا نه تنها مسما نداشت بلکه نام‌های زشتی بود. خواستیم تا در مورد تغییر مجدد نام جاده‌های شهری نظر شهرداری هرات را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی هم موفق نشدیم. با این حال شهروندان هرات انتظار دارند که مقام‌های مسئول در این قسمت بیشتر توجه کنند و روند نامگذاری جاده‌ها را سرعت بخشند.